احمد شاه مسعود انسان متفاوتی در میان همه رهبران و فرماندهان جنگ افغانستان بوده. یک فرمانده بی‌بدیل احتمالاً در میدانهای نبرد نظامی بوده، یک فرمانده نظامی علاقمند به ورزش بوده، یک فرمانده نظامی علاقمند به شطرنج بوده، یک فرمانده نظامی علاقمند به ادبیات فارسی دری و شاعران و ادبای بزرگ فارسی دری بوده، یک فرمانده جنگی بسیار زیاد زیرک و هوشیار در تعامل با دیگر دشمنانی که احتمالاً در مخمصه گیر مانده بودند بوده و همه این شاخصه ها احمد شاه مسعود را انسانی متفاوت نسبت به دیگر همقطاران خود